андоз бақои давлат аст. сари вақт пардохт намудани андоз боиси пешравии ҷомеаву давлат хоҳад шуд. бо ин мақсад дар нозироти андози шаҳри турсунзода 4 шӯъба ва 2 бахш амал менамояд ки 37 нафар кормандон бо андозпорандагон кор мебаранд. бо мақсади осон намудани хизматрасонӣ ба андозпорандагон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 декабри соли 2010 таҳти рақами 626 тамоми андозпорандагон ӯҳда доранд ки ҳисоботҳои андозии худро ба тариқи электронӣ ба нозироти андоз пешниҳод намоянд, гуфт сардори шӯъбаи ба қайдгирии нозироти андози шаҳри турсунзода Камола Абдурахмонова. با توجه اندازپارندگان شخصانی حقوقی و صاحبکاران انفرادی در حدود شهر ترسونزاده با فعالیت صاحبکاری مشغولند رسانیده می شود که طبق طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 3 دکبر 2010 تحت رقم 626 همه سوبیکتانی در بالا نامبر شده عهده دارند حسابات‌های اندازی خود را به طریق الکترونی با دسترس نمودن کلید الکترونی یا با واسطه علاقه موبیلی به راه مانند. همزمان با توجه اندازپارندگان رسانیده می شود که اوید برای ماندن ترتیب الکترونی حسابات ها در بینای ناظرات انداز شهر ترسونزاده اتاق الکترونی گشوده شده است. اندازپارندگان می توانند با اتاق نامبرده مراجعت نموده اوید برای ماندن حسابات الکترونی خود معلومات مفصل دسترس نمایند. قید کردن با مورد است که با پیشرفت علم و تکنیک مقامات انداز نیز تصمیم گرفته است بهر دستگیری صاحبکاران و پیشرفت فعالیت صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده ترتیب نظارت و حسابات‌سپاری اندازپارندگان را باز هم ساده‌تر نمایند. محض با همین مقصد ترتیب حسابات‌های الکترونی به راه مانده شده در نظارت‌های انداز محل فعالیت اندازپارنده اتاق‌های الکترونی تشکیل کرده شده است. باید قید نمایم که در صورت طریق الکترونی برای ماندن حسابات سپاری از جانب صاحبکار در نوبت اول و خود اندازپارنده مفید بوده وقتی پرقیمت صاحبکاران را به مراتب صرفه می نماید و یکی از سبب‌ها از بین رفتن عامل‌های کارپسیونی می گردد. در نظارت اندازی شهر ترسونزاده به حالت 1 اپریل سال 2017 920 نفر اندازپارندگان شخصانی حقوقی 6241 نفر صاحبکاران انفرادی از آن طریق پتنت 3195 نفر صاحبکاران انفرادی 1336 نفر خواجگی‌های دهقانی به تأسیس شخصانی حقوقی 1710 نفر سپارندگان اندازی مال و ملک 46417 نفر به قید گرفته شده است. منصور سالیوف صاحبکار شهر ترسونزاده علیه حسابات‌های کارخانه خود را طریق الکترونی به نظارت انداز پیشنهاد نموده است و از این قراری قبول شده حکومت جمهوری تاجیکستان قناعتمند می باشد. من همچون صاحبکار انفرادی انا با طریق الکترونی گذاشتن چیز رو یک حسابات رو گذاشتم انا فایدهش رو دیدم که نه سرسام میشه نه نوبت میپاید در اینجا از جای کارتون اون رو حسابات رو پیشنهاد میکنید با پیامک SMS با طریق پیامک SMS با تلفناتتون چی میآید که سپریده شد حساباتتون قبول شد یگانجا آواره نمیشوید. با تمام اندازپارندگان من پیشنهاد میکنم که با این طریق الکترونیکی چی گذارن هم به فایده آنها هم به فایده ناظرات انداز میباشد. نگفته نماند که در نظارت انداز شهر ترسونزاده اتاق الکترونی فعالیتش را آغاز کرده است. اندازپارندگان می توانند به اتاق نامبرده مراجعت نموده اوید به راه ماندن حسابات‌های الکترونی خود معلومات مفصل پیشنهاد نمایند. خورشید یلداشوف سرمحاسب جمعیت دارای مسئولیتش محدود ویژه نیست علیه حسابات‌های خود را طریق الکترونی پیشنهاد کرده است. در حقیقت در روزهای آخر ما شاهد آن واقعه گشتیم که حسابات‌های انداز را ما طریق الکترونی میگذارونیم و از کارخانه‌های خود در جای نشست خود حسابات‌های الکترونی را با نظارت انداز گذرانده می شود. این برای محاسبان یک آسانی کار را به وجود آورد که کار محاسبان خیلی آسان‌تر گشت. در وقتی که حسابات الکترونیک گذرانده می شود پیامک ها با طریق تلفنی با تلفنی ما آماده می رسد که ما خبردار می گردیم که حسابات الکترونیک گذرانده شده است. سالهای پیشتر باشد ما با خود نظارت انداز طریق دستی آماده حسابات ها را می سپردیم که این خیلی کار رو دشوارتر می نمود. کارمندان نظارت انداز هم باشد سری وقت سندهای مقایسوی را می برارند و با محاسبان پیشکش می نمایند. این عموما طریق الکترونیک کار کردن در ساحه نظارت انداز خیلی موفقیت کلان می باشد.
дар воқеъ пешниҳод намудани ҳисоботҳои электронӣ ба манфиати андозпорандагон буда ба ягон оварагию сарсонӣ аз утоқи кории хеш андозпоронда метавонад ҳисоботҳои худро пешниҳод созад. баъди қабул гардидани ҳисоботҳо ба телефони мобилии андозпоронда смс паёмак ворид мегардад ки ҳисоботҳои ӯ қабул гардидааст. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.